سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من آرش مصلحت جو هستم. اومدم براتون کایوای ام پرو نسخه مگلف ورژنی که با جعبه مقوایی کایوای داده بیرون رو براتون تست بکنم. خیلی ازتون ممنون میشم که با حمایت کردن و با لایک کردن، کامنت گذاشتن، سابسکرایب کردن کانال یوتیوب آپارات، فالو کردن چی تلگرام، نه فالو کردن صفحه اینستاگرام من رو حمایت بکنید. خدمت شما عرض کنم که این روبیک یکی از تازه ترین روبیکاییه که کایوای عرضه کرده. بسیار بسیار روبیک ارزون قیمتیه با توجه به اینکه تکنولوژی روز استفاده کرد و الان میریم با هم دیگه بررسیش میکنیم. جعبه داستان یه جعبه مقوایی شکل که اسم رو نوشته کایوای ام پرو. این ورژن مگنت داره و مگلف. ورژنی که الان تو این ویدیو هست مگلفه. مگلف چیه؟ زرنگا میدونن. مگنتیک لویتیشن یا ربایش مغناطیسی یا این دافعه‌ای که این دوتا برقرار. البته ربایش دافعه دوتا معنی جداگانه داره ولی هیچ وقت مگنتیک لویتیشن رو خیلی نشد معنی کنیم. حالا علل حساب من براتون توضیح بدم که دو تا رینگ آهنربایی همنام رو هم گذاشتن، فنر رو از این وسط حذف کردن. این رینگا رو با پیچ و این اسپرینگ روی این فشار میدیم و هر چقدر شما دو تا آهنربایی همنام رو فشار بدی قطعاً به هم نمیچسبن. اینا خودشون رو سعی میکنن دفع کنن. وقتی دفع میکنن سطوح رو میکشن بالا. وقتی سطوح رو میکشن بالا اساساً این بین استحکاک کم میشه، در نتیجه سرعت زیاد میشه. خوبیش اینه که مگنتیک لویتیشن داره، مگنت داره و اسپرینگی است. یعنی سه تا از بهترین خاصیت‌های یک روبیک حرفه‌ای رو این روبیک داره. بریم با هم دیگه ببینیم توی جعبهش چه خبره. چیزی که من توی جعبه میبینم یک کارت و یک دفترچه و این چیه؟ اینم یک حالت فوم. عجب فوم ولی سفتیه، یعنی واقعا میتونه محافظ خوبی برای روبیکتون باشه. همین و چیز دیگه ای تو جعبهش نیست. طبق معمول همیشه جعبه هایی که خیلی چیز خاصی ندارن چیکار میکنیم باهاشون؟ تمام میریم سراغ دفترچه. یه دفترچه اینجا داریم ستینگ اینستراکشن. خب بریم ببینیم چی گفته. این وقت چی داریم؟ آها گفته منو فالو کنید که هیچی. بریم ببینیم ساختارش چجوریه. در مورد این پیچه توضیح داده که گفته این پیچه برای تنظیم استفاده میشه و در مورد این اسپرینگ توضیح داده که چند عدد و چند مدل تنظیم رو به شما میده. روبیک شما توسط این اسپرینگ و این اعداد شل و سفت میشه. اسپرینگاش به صورت دستی هستش و نیازی به آچار خاصی نداره. شما با دست میتونید تنظیمش بکنید و همین که به دو صورت پیچ و اسپرینگ تنظیم میشه بهش میگن دوال ادجاستمنت و تنظیم دوگانه داره. پس این دفترچه برای تنظیمتون به راحتی میتونید از روی این تنظیم کنید. این دفترچه چی میگه؟ یحتمل در مورد راه حل صحبت کرده. بریم ببینیم انگلیسی داره یا نداره. آی خدا انگلیسی هم داره. کایوای موفنگ جی 3x3x3 کیوب توتوریال فقط هم روش مبتدی رو درس داده. اگر که شما با یک مبتدی این رو میخرید میتونید ازش استفاده کنید. این قسمت ها یه نیمچه همچین چیزایی در مورد F12 و F12 که نیست، البته دو تا الگوریتم حرفه‌ای هم اینجا گفته، یه دونه هم اینجا گفته. چند تا دونه الگوریتم حرفه‌ای داره ولی خیلی به کارتون نمیاد. چرا؟ چون آرش مصلحت جو هستش که بهتون روش‌های مختلفی از حل روبیک رو درس بده. ما به این دوتا هم هنوز نیاز نداریم. این دوتا رو میندازیم کنار. بریم سراغ خود روبیک.
یه نگاه اول داشته باشیم برند خود کایوای با ام مگنتش رو روش چاپ کرده، یعنی برند چاپیه و از بین نمیره. مرکزها رو کرف کار کرده و این باعث میشه که شما تو زاویه چرخش که قرار میگیرید راحت زاویه چرخش پیدا بکنه. رنگ بندی نیمه ماتی هست، یعنی نه مات نه براقه، یه رنگ بندی نیمه مات خوشگل رو داره. کلا استایل روبیک استایل خوبی هستش. من رنگ بندیشو به صورت کلی دوست دارم و الان بریم سراغ بقیه داستان. اول اینو باز کنیم ببینیم مرکزه چجوری در میاد. من دستو بندازم اینجا ببینم. آها خوبه. دستو باید بندازید پایین به واسطه اینکه ضخامت این لبه ها رو زیاد گرفته تا به همین راحتی مهره بیرون نپره. برای همین دست رو باید تو عمق ببرید تا بتونید بیاریدش بیرون. میریم سراغ این اسپرینگ هایی که اینجا میبینید. خب همون جوری که میبینید بعد از برداشتن درپوش ما یه پیچ وسط داریم، یه سری هم اینجا یه اعدادی داریم که در واقع روی این مد شده بهش میگن اسپرینگ، ولی در واقع اسمش ناته. این اساساً برای تنظیم بهتر و راحت‌تر اومدش و اصطلاحاً تنظیم دوگانه. ببینید بچه‌ها ما با پیچ شل صفر کردن این پیچ فاصله محوری رو زیاد و کم میکنیم، یعنی روبیک رو این فاصله رو زیاد میکنیم یا کم میکنیم. روبیک شل میشه، ول میشه یا جمع میکنه خودش. و با اسپرینگ میایم نرمی گردش سطوح رو مشخص میکنیم. این روبیک دیفالت روی عدد 6 که من سعی میکنم که بهتون نشون بدم. نیا کنید 6 الان دقیقاً روبروی این جای خالی هستش. این سمتش هم یه جای خالی میبینید که یه عدد رو اینه یه عدد رو این. ببین من الان که به چرخونم بالایی میشه نقطه، پایینی میشه 7. دوباره به چرخونم این 8 این 9، یعنی منظورم اینه که ستینگ هر دوی اینها عددهای ستینگ رو نشون میدن، ولی چون خیلی اومده کوچولو کرده گردشه این اسپرینگ رو دیگه نمیشه یه دور کامل بزنه و به این برسه و دونه دونه تغییر میکنه. در جهت ساعت هم تغییر میکنه، با 2 دست حتی راحت‌تر هم هستید. این الان رو 1 قرار گرفت. شماره 1ش فنر و این در واقع فنر که نداره، این مگلف ها هروباها بیشترین فاصله رو از هم دارن و فشردگیشون کمه، در نتیجه گردش سطوح خیلی نرم و اسموته و هر چقدر این رو زیاد بکنید ببریدش کم کم روی عدد 11 قرار بدید که میشه اینجا، یه دونه دیگه بزنم اینجا، این الان سطوح سفت میشن. یعنی سرعت گردش سطوح رو با بیشتر کردن عدد کم میکنیم و پایداری روبیک رو کاملا بالا، استابیلیتیش رو بالا میبریم. البته واقعا روبیک پایداری هست، حتی اگر روی یکش بذارید هم پایداره، ولی اگه میخواین خیلی نرم باشه بذارید روی 1 یا 2. اگر میخواید نه خیلی نرم نباشه دستتون در نره بذارید روی 8 9. الان دیفالتش روی 6. پس اینم شد نوع تنظیمات اسپرینگ و پیچ وسط و مگلف های ما. یادتون باشه برای همه سطوح هر عددی گذاشتیم برای همه سطوح میذاریم. یعنی شما اینو گذاشتید رو 6 بقیه هم رو 6، گذاشتید رو 10 بقیه هم رو 10، گذاشتید رو 8 بقیه هم روی 8. بریم زاویه چرخشش رو تست بکنیم. یه زاویه چرخش 10-15 درجه‌ای بهش میدیم. سرعت سویچینگ سطوحش بالا هستش. اومدیم رو هولوش 30 درجه 35 درجه نزدیک 40 و 42 و 45 که میشیم دیگه نمیزنه با این تنظیمات که شیش کارخونه است. شما این رو بذارید احتمالاً، البته برای اینکه کورنرکات رو زیاد بکنید اون تنشنر رو نباید کار داشته باشید، مگلب پیچ رو باید شل کنید برای اینکه کورنرکات ربط داره به فاصله های مرکز هاتون، یعنی اون تکنولوژی این مرکزه رو باید با پیچ بکشید بالا که این کورنرکات زیاد شه. ولی یادتون باشه که هم کورنر تویست ممکنه پیدا بکنید هم روبیکتون پاپ شه، یعنی از همدیگه باز بشه، ولی از اون طرف کورنرکاتتون رو با پیچ زیاد کردید. به هر حال کورنرکات نزدیک به 42 درجه‌ای داره. کورنرکات اینورس یا برگشتیش هم کورنرکات بسیار خوبیه. این هم نزدیک 35 درجه به نظر من، آره 35 درجه به 40 نمیرسه. در حالت دیفالتش زاویه چرخش به شما میده و بریم الگوریتم بزنیم روش. به به چقدر روبیک خوش دستیه،
خیلی بچه‌ها روبیک خوش دستیه، مخصوصا که این رو ما یه چند قطره روغن هم بهش زدیم و به 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 خیلی حال میده. تک و توک از دستم در میاد بخاطر اینکه من پشت دوربینم دیگه، یعنی خیلی درست نتونستم بشینم. بسیار ترکوندم. بسیار روبیک خوش دستیه. اصلا رفتیم تو باقالیا. چی شد این؟ این بسیار روبیک خوش دستیه بچه‌ها. من سرعتش رو دوست داشتم، مخصوصا برای شروع حل سرعتی میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. اگه پشت دوربین نبودم احتمال این خیلی خیلی زیاد از دستم در نمیرفت. کاملا استیبل بود. چقدر تنظیم پذیریشو دوست داشتم. دو روش تنظیم به راحتی تو 11 مدل تنظیم، در واقع الاستیسیتی توی هر مدل تنظیمی که بخواید فاصله محورش رو تنظیم میکنید. اینا واقعا برای یه روبیک زیر 1 میلیون تومان که الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم این روبیک زیر 1 میلیون تومانه. اسفند 1402 هستیم. حالا تو مملکت ما باید تاریخ ویدیو رو بزنیم. کلا خیلی خوشم اومد، برای زیر 1 میلیون خیلی خوشم اومد و واقعا بهتون پیشنهاد میکنم. کد تخفیفم که براتون اگه تو شبکه اجتماعی دارید این ویدیو رو میبینید حتما کد تخفیفم براتون میذارم، میتونید استفاده بکنید. و خدمت شما عرض کنم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کن که من متوجه شم. اگه سوالی هم داشتید در مورد نوع تنظیم، رنگ، هر چی تو کامنت ها بپرسید جواب میدم. ممنونم و